خدا شاهده من بعد انقلاب آپارتمان 100 متر خریدم 400,000 تومان. 400,000 تومان الان به نیم کیلو گردو هم نمیدن. مملکت به کجا رسوندیم؟ صبح هم میان از هم تعریف میکنیم باری کلا باری کلا عالی بودیم عالی بودیم. یا آپارتمان 100 متری 100 متر کجا؟ میدون مادر، پایین میدون مادر میدون جوانان. خدا شاهده من خریدم 100 متر 400,000 سال 59 قبل از اینکه تیم ملی بره به بازی‌های آسیایی سنگاپور. پدر من خدا بیامرز اومد خونه قبل از عیدش، گفت برو یه خونه هست، پدر من تو کار املاک بود، تو فلان جا من نمیتونم بیام. من اومدم داوودیه تمرین کنم، از رفتم اون آپارتمان رو دیدن، موقع تمرین ها اونجا بود. اومدم شب خونه به پدرم گفتم بابا آپارتمان قشنگ، گفت برو به نام خودت کن. 400,000 تومان. عجب. حالا به شما نیم کیلو گردو نمیدن. نیم کیلو گردو 600 تومنه. بله.